و ثنا، جهت عرض ارادت و تحیت و تعزیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک یا رحیم و یا رحمان و اشکرک یا دیان و یا منان و یا حنان. فصل و سلم و بارک لمولانا صاحب الزمان کما صلیت و سلمت و بارکت لآبائه الکرام و اجل فرجه و انجز له ما وعدته و قرب زمانه و کسر انصاره و املأ به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا ولعن اللهم اعداءهم و عذبهم عذابا علیما. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می‌دهیم به 99 نام مبارک او در قرآن که هرچه زودتر فرج ولی امر صاحب الزمان را مقدر و معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف فرماید و با نابودی یهود عنود و با ظهور آفتاب پنهان دل منتظران را شاد بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. گفته شد که قرآن کریم می‌فرماید که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان آورندگان و مؤمنان واقعی شدید به خداوند محبت دارند. و اگر من میبینم که کسالت دارم در نماز خوندن، علتش اینه که محبتم به خدا صمیمی و عمیق نیست. اگر میبینم که معصیت میکنم و باکی ندارم از گناه کردن، دلیلش این است که در محبت خدا لنگش دارم، لذا لغزش دارم. و عرض کردم که محبت خدا اینچنین نیست که خدا به هر دلی بده. خدا ابر و باد و مه و خورشید و فلک، نعمتهای رحمانیه رو، بارش باران بر سر گبر و نامسلمان و سگ و حیوان بیابان هم میبارد. این رحمت رحمانیه است. این رزق و روزی و آب و اکسیژن و اینا به همه میرسه. اما لذت ایمان، لذت مناجات با خدا، لذت نماز، ارتباط با خدا و محبت خدا، اینا رحمت رحیمیه است و به هر کس ندهندش. توفیق رفیقی است و هر کس ندهندش. لذا اگه آدم بفهمه باید دست برآورد و دعایی بکند. باید نصف شبی، گاهی بیگاهی، تو رخت خواب همینجوری داره میره، باید با خدا راز و نیاز بکنه. بگه خدایا ابوالفضلی، تو رو با هم ابوالفضل قسم، تو رو با هم امیرالمومنین قسم، یکم از محبت خودت در دل من بنداز. منو انتخاب کن برای اینکه محب تو باشم. منو عاشق و شیدای خودت کن. منو با خودت نزدیک کن. اللهم قربنی الیک. تو روایات توی ادعیه خواندم، دیدم و گاهی خودم میخوانم که رب طهرنی، خدایا منو پاک کن. رب طهرنی بالعافیه و رب استنعنی، خدای منو گزینش کن. همچنان که به موسی میگه واصطنعتک لنفسی، منم انتخاب کن. واخترنی، منم. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم میفرمود گاهی خدا به خاطر اینکه قدرت خودشو نشون بده، یه آدم فاسق و فاجر و فاحشه‌ای را گاهی از ته مرداب فسق و فجور و منجلاب ها چنگک میندازه، میارش بالا، پاکش میکنه که مثل خورشید میدرخشه.
تا به اون عابدا و زاهدا بگه هنر شما نیست. من هر کسی رو بخواهم انتخاب میکنم و پاکش میکنم. خدایا منو انتخاب کن، منو پاک کن. ای آن که میگویی مرا پرواز کن پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، من که حریف نفسم نیستم، من که حریف نفس اماره نیستم. آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن، تا آتش حرص و حسد آخر نسوزاند مرا. تو توفیق ترک معصیت همراه هم از آغاز کن. رب وفقنی، رب اغفرلی، رب ورحمنی، به من رحم کن. من کیم آخه؟ به من بیا رحم کن. به خاطر ضعفم رحم کن. نمیبینی من ضعیفم؟ تو دعای کمیل میفرماید که خدایا به این استخوان نحیف من رحم کن، به این پوست نازک من رحم کن. ورحمنی لضعفی، به خاطر ضعیفیم، به خاطر فقرم، یا خبیرن به فقری و فاقتی. تو که با خبری که من چقدر بیچارم، چقدر فقیرم، چقدر دستم خالیه، چقدر ضعیفم، من چی دارم؟ رحم کن. توی دعای ابی حمزه سمالی، خدایا وقتی من رو روی تخت قصالخانه میگذارن و مرا میشورن، اون لحظه به من رحم کن. خدایا اون لحظه‌ای که منو به سراشیبی قبر میاندازن به من رحم کن. وقتی منو در قبرم میگذارن به من رحم کن. به تنهایی من رحم کن. یا مون سیفی وحدتی و یا انی سیفی وحشتی. بعد خلاصه چی دارم میگم؟ اصل حرف من متاسفانه هر شب احساس میکنم نمیتوانم با حرافی یا سخنوری که دارم اصل مخ حرفم رو دقیق برای شما عرض بکنم. اینی که عزیزم باید گدایی بکنی از خدا، بگی خدایا من صدقه بده محبتت رو، بیا در دل من بنشین، بیا به دلم بنشین، بیا منو دیوانه خودت کن، بیا منو شیدای خودت کن، بیا اینقدر محبت از خودت به من بده که من بگم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. من دائم به ذکر تو باشم و اوقاتی به ذکر که بخوانید معموره دعای کمیل. واجعل قلبی به حبک متیما و لسانی به ذکر که لهجا، حتی تکون اورادی و اوقاتی ورزن واحدا و احوالی فی خدمت که سرمدا. این دل من رو متیم کن، این دل من رو متبرک کن به محبت خودت. پس باید از خدا گدایی محبت او رو کرد. و اگر حضرت محمد به خدا محبت کامل شد و خدا خواست محبتش رو در دلتون بندازد، محبت خلیفهش رو هم در دلتون میاندازد. اللهم انی اسألک، من تقاضا میکنم، گدایی میکنم ازت، مسئلت میکنم، حبک، محبت تو رو، و حب من یحبک، و محبت کسی که تو را دوست دارد. کی بیشتر از همه در عالم خدا رو دوست داره؟ مهدی فاطمه. هیچ کسی روی زمین به اندازه صاحب زمان محبت به خدا نداره. خدایا نبودی قابلت این دل، ولی بیا اونایی که محبت مهدی در دلشون انداختی در نوجوانی، عاشق صاحب زمانشون کردی، مناجات ها با صاحب زمان داشتن، گاهی امام زمان جلوه‌ای به اونها داشتن، اشوه‌ای به اونها داشتن، گوشه چشمی به اونها نشون دادن. من بدبختم، خب بالاخره گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. بیا نگذار که من تو این باغ وحش دنیا سر کنم. بنده یه قوم خویشی دارم، پسر عمم 2 سال از من بزرگتره، استاد تمام دانشگاه تهران، فارغ التحصیل صنعتی شریف، بعد کانادا، دکترای الکترونیک در سطح خیلی بالا. آمده بود دیدن بنده، سیدم هست، با وحشت میگفتش که فلانی، حالا نه ها، 12 سال قبل. گفتم چیه؟ گفت یه خواب بدی دیدم و خیلی میترسم. گفتم چرا؟ گفت در خواب میدیدم که توی خیابانها همه به جای آدم حیوان بودن. باطن مردم میدیدم و وحشت کردم. خدایا بیا نذار من تو باغ وحش باشم.
باطنم لجن باشه، اگه باطنم شهوتی باشه خوک دیده میشم، اگر باطنم متکبر باشه یه چیز دیگه، اگر آدم دریده‌ای هستم که منتظر ظلم کردن به مردم هستم، ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. بنده در بیمارستان سال 97 یک لحظه حالت مرگ بهم دست داد، جوری حالت مرگ بهم دست داد که جدا شدم از بدنم. بعد از بالا میدیدم کسانی رو که توی اتاق هستن، توی اتاقی که در بیمارستان داشتم، یکی رو دیدم که صورتش صورت گرگ بود از نزدیکان صورتش صورت گرگ بود. بعد خودش هم ناراحت بود، مثل این که مثلا شما یه نقاب میزنید، از این نقابای مختلف هست، چی؟ ماسک میزنید، این با تمام وجودش این صورت گرگ رو با انزجار از صورتش میکشید، جدا میکرد، مثل پنیر پیتزا کش میومد، وقتی جدا میشد یه صورت گرگ دیگه پشتش بود. وای، اصلا فکر میکردم این همچه آدمی باشه. بعد که خلاصه برگشتیم و باش صحبت کردم، تو چته؟ معلوم شد که از اقوام دیگه سخت غرق غضب بی خوده، باطنش گرگ دیده میشه، باطنش گرگ میشه. ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. التماس کنم در نوجوانی که یا صاحب از زمان بیا نذار من قاطی این باغ وحش باشم، نذار من باطنم حیوان باشه، بیا آدمم کن. بنده یک غزلی برای امام زمان خیلی وقت 25 سال پیش گفتم، گشتم سرگردان ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران، راه را گم کردم نکند برگردم، راه بر من بنما هادی گمراهان، روح من گشته چو گل سرد و بی روح و کسل، خجلم از تو خجل ای تو قطب دوران، تو مرا سامانی، حال من میدانی چه شود گر آنی رونمایی به بدان. وقتش الانه، دختر و پسر وقتش الانه. دیشب با خودم فکر میکردم و میخواستم که کل صحبتم راجع به خانم ها باشه، متاسفانه مجال نیافتم که شب حضرت رباب سلام الله علیها بود. خب دختر خانم ها از الان که دختر خانه اید تمنا کنید از امام زمان که عشقش رو در دل شما بندازه. کار شما از جوانها از پسرها راحت تره، کار خانم ها از مردا راحت تره. خانمی اگر در خانه بنشینه مشغول رسیدگی به شوهرش باشه، به فرزندانش باشه و بیرونی نره که مثلا چشمش به این و اون بیفته، هرز چشمی نکنه، هرز دلی نکنه، خب خیلی کارش راحت تره تا شوهری که باید بیاد تو خیابون، توی بیابون، تو بازار با 100 نفر آدم سر کله بزنه، 2 لقمه نون پیدا بکنه. اگر خانم‌ها از من میپرسن اگر شوهر من اهل خمس دادن نیست، منی که سر سفره این شوهر هستم، اون لقمه بر من حرام نیست، بر شما نه؟ باکی نیست. اگر من نمیدانم که شوهرم در بازار درست رفتار میکنه یا کم فروشی میکنه یا گرون فروشی میکنه یا زیرمیزی میگیره یا رانت میگیره یا اگر در اداره هست بالاخره ویژه خاری داره، بر شما حسابی نیست. خیلی کار خانم‌ها راحت تره. خانم‌ها اگر زبون رو نگه دارن از غیبت، از تهمت و حجابشون، حالا حجاب مگه چیه دیگه؟ حالا مثلا پارچه به کلش انسان بندازه در راه صاحب از زمان، حجاب رو کامل رعایت کنن، میتوانن زودتر با صاحب از زمان ارتباط دل پیدا بکنن و التماس کنن که یا بقیت الله بیا و دل من رو انتخاب کن. آیا در بین 313 نفر اصحاب امام زمان زن هم داریم؟ بله. چند نفرن؟ حدود 50-60 تا زنن در اصحاب حضرت، 50-60 تا زنن که اینا شمشیر نمیکشن بیان وسط میدان و خلاصه مثل سپهبد عایشه مرد جنگ باشن. نه، اهل جنگ نیستن، اما یاوران امام زمانن. گاهی یک خانمی در معرفت امام زمان مطالعه کرده، کلاس دیده، کلاس داشته، درس خونده. امروز عصری با خودم فکر میکردم فلان خانم رو که خیلی استاد خجسته و برجسته، استاد 3 تا دختر خود من هست در معارف و اعتقادات و ولایت و امامت،
دعوت کنم 1 ماه به هزینه خودم بیاد برای خانم‌های مشهد از امام زمان صحبت کنه. خب ببینی یه خانمی به کجا رسیده که من با خودم فکر میکنم که او رو دعوت کنم که برای خانم‌ها صحبت کنه و یه تلنگری به دل اینها بزنه که دلشون عاشق امام زمان بشه، شائق امام زمان باشه، مایل به امام زمان باشه. اگر مادری عاشق باشه، عاشق پروره. اون ام البنین بود که ابوالفضل و برادران ابوالفضل رو عاشق امام حسین تربیت کرد. خب یه همسری بگیرید که ببینید در این همسر که بعداً فرزندان شما رو میتونه عاشق امام حسین تربیت کنه. یه دختر خانمی که رفته خواستگاریش و شما میگی مثلا برای من مهمه محرم، اون میگه که نه برای من همچین خیلی مهم نیست، فرقی نمیکنه محرم و غیر محرم، حالا محرم مسافرت تفریحی بریم برای من فرق نمیکنه. ما الان خانم‌هایی رو میشناسیم و الحمدلله داریم در خودمون کل محرم رو شیرینی و شکلات نمیخورن، کل محرم رو عذابم نمیکشن ها که فکر کنی مثلا خیلی سخت میشه. آقا محرمه حرمت عذاب. حالا شما یه شیرینی بخوری که امام حسین ناراحت نمیشن، میگه ناراحت نمیشن، اما من این کارو نمی کنم. مگر ابوالفضل آب میخورد امام حسین ناراحت میشدن؟ نه، اما نمیخورم. عزای امام حسینه. اگر بابام امروز مرده بود، بابام امروز کشته بودن، شیرینی میخوردن؟ نه، نمیکنم. حالا یه چیزایی من میترسم بگم بعد برداشت بشه. پاکستانی‌ها و هندی‌ها از ما خیلی جلوترن. پاکستانی‌ها کل 2 ماه محرم و صفر زن شوهر نیستن، میگن ما عزا داریم. این که اصلا در ما نیست. حالا منم توصیه نمی کنم که این کارو بکنید، نه، حتما به خانمتون رسیدگی کنید، خانم‌ها به آقایون رسیدگی بکنن که فارغ البال دنبال عزا باشه. علا کل حال این حرف من خیلی صاف ساده اینه، بیایید تا جوانی به امام زمان التماس کنید که آقا منو انتخاب کن. این همه شما آدم عاشق داری تو عالم، خب منم اضافه کن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج یونس آقای شگفتی بود در مشهد، تاجر خیری بود، خیلی آدم درستی بود و به شدت امام زمانی اعجوبه بود. 80 سال عمر کرد. آقازادش مرحوم حاج امیر شگفتی توی کربلا سر سال تحویل بمب ترکید پشت حرم حضرت ابوالفضل، پسرشون نوش کشته شدن. خلاص این مرد خیلی عزیزی بود و خب یه شرکت بسیار بزرگی دارن. گاهی جوانی به ما مراجعه میکرد، پدرش مراجعه میکرد، گفت آقا جوان من بیکاره، شما رو به خدا یک کاری برای این پیدا بکنید. ما زنگ میزدیم آقای شگفتی بل شما رو به خدا یه جوان معرفی میکنیم یه کار بدید. میگفت حاج آقا حضرت عباسی ظرفیتمون تکمیله، یه 5-6 تام اضافه داریم توی دفترمون که اصلا کاری ندارن. میگفتیم حالا شما آقایی کن اینم یه گوشه جا بده. میگفت باشه، چون شما میگید بیاد از فردا بیاد سر کار، یه کار الکی سر هم میکنیم بهش میدیم. حالا به امام زمان بگو آقا من به دردت نمیخورم، من آرم، من بارم، ولی یه گوشه‌ای به من جا بده. آن مایه ندارم که خریدار تو باشم. ای یوسف مصری سر بازار محبت، آن مایه ندارم که خریدار تو باشم. اما بگذار که در سایه دیوار تو باشم. بگذار اسم ما هم مهدوی باشه، بگذار ما هم عادت کنیم به یا صاحب الزمان گفتن، بذار من هم زیارت آل یاسین بخونم. مگه هر کسی میتونه زیارت آل یاسین بخونه؟ مگه هر کسی میتونه با امام زمان یه خلوتی داشته باشه و به او سلام بده و دل به او بده؟ من تو رو انتخاب کردم، بین همه عالم من تو رو انتخاب کردم. به هیچ کسی به غیر از تو دل نمیدم. من هیچ کسی رو غیر از تو ولی خودم نمیدانم، عزیز خودم نمیدانم، سرور خودم نمیدانم، خب امام خودم نمیدانم. تو هم منو انتخاب کن.
به دردت نمیخورم، خودم میگم که به دردت نمیخورم، همه اول میگم یه گوشه‌ای هم به ما جا بده، نه ازت پول میخوام نه ازت چیزی میخوام، توی دل من جا کن خودت رو، اجازه بده این دل ناپاک من با تو باشه. و نمیدانید که امام زمان چه کارایی میکنه، چه جوری دلبری میکنه. وای 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 که من اگر بخوام همه حرفایی رو که در عمرم بهش رسیدم و دیدم بگم، مثنوی 70 من کاغذ شود. یرحمکم الله. یه رفیقی داشتم من، خدایش رحمت کند، رفیق هم دوره‌ای داشتیم، طلبه بود، معمم شد، منبری شد، سوز گدازی داشت که شهر رو به هم ریخته بود، نه کشور رو به هم ریخته بود. رو دست کافی بلند شده بود، نه روی منبر، گاهی تو کتابخونه منزلش یا هم اتاق بودیم، توی اتاق می نشست 3 ساعت برای امام زمان گریه. واقعا عاشق امام زمان بود. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. بی‌تاب امام زمان بود. یه روزی تو خلوت خودمون که رفیق صمیمی بودیم، شاید صمیمی ترین رفیق عمرم بود، من بهش گفتم که مصطفی، گفتش که بله. گفتم تو چرا اینجوری شدی؟ چرا شدی؟ اصلا چته؟ بی‌تاب امام زمانی. بعدم تو یکی از شعرات گفتی، شعرم میگفت که زان شبی کاندر این دل افکندی، مهر خود جمله در ثنای تو هم. گفت حقیقتشو بخوای من یتیم بودم و در اهواز دبیرستان میرفتم و عشق امام زمان تو دلم افتاده بود، حرافم بودم، سخنور هم بودم. آمدم به رئیس دبیرستانمون تابستون، گفتم آقا اجازه میدید، نمیدونم محرم بود رمضان بود چی بود، اجازه میدید ما بعد از ظهرها که مدرسه تعطیل میشه 1 ساعت تو هم صحن حیات مدرسه کنار مثلا میدون والیبال یا بسکتبال یه صندلی بگذارم و یه تیکه موکت پهن کنیم، 50-60 نفر از بچهای دبیرستان یه جلسه برگزار کنیم. گفتش خب کی میخواد براشون صحبت کنه؟ گفتم خودم پررویی و اختصام. مثلا من خودم بهم میگن شما از کجا سخنرانی میکنی؟ گفتم فکر میکنم که مثلا ناف منو که بریدن زدن پشت واسنم که حرف بزنم. گفتم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. من از وقتی یادم میامده از دبستان هر کی انشا ننوشته بود من میگفتم آقا ما بیایم یه جای سخنرانی کنیم. معلمای تنبلم از خدا میخواستن که وقت کلاس بگذره، بچه‌ام از خدا میخواستن که انشا نخونن. من میرفتم شروع میکردم یا موضوعی صحبت کردم، از دبستان بگیر تا دبیرستان. بعد کوچیک موچیکم بودم چون جهشی درس خونده بودم، از همکلاسام همیشه 2 سال کوچیکتر بودم. این رئیس مدرسه هم میگفتش که فلفل نبین چه تیزه، بشکن ببین چه تیزه برای من. خب این رفیق ما هم اینجوری بوده، خدا رحمتش کنه، شاید اون سخنور قوی تری بود از من هستم. بعد گفتش که رئیس مدرسه موافقت کرد. رئیس مدرسه موافقت کرد و ما عصرا آمدیم شروع کردیم صحبت کردن. صدای عجیبی هم داشت. بعدم روزه خوندن. یه روز عصری من که روزه میخوندم و از امام زمان صحبت کردم و روزه خوندم، یکی از این بچه دبیرستانیا کنار همین صندلی من شروع کرد گریه های وحشتناک. بعدم سرشو گذاشته بود روی زمین با حالت سجده و زار میزد که همه مونده بودن. ما یالله کردیم و تموم شد و همه رفتن، این هنوز سرش به سجده بود و همینجوری حق میکرد. منم نشستم رو صندلی بهتم زد و چی گریه میکنه. بعد 1 ساعتی که مردم همه بچه‌ها همه رفته بودن، سرش که بلند کرد دیدم چشم‌ها سرخ، تمام صورت خیسه. گفتم تو به چی گریه میکنی؟ گفت ندیدی؟ گفتم نه. گفت حضرت اینجا بودم. گفتم اینجا بودم؟ گفت بله نشسته بودم. این رفیق ما میگفت او گریهش تمام شد، من گریم شروع شد. گفتم خاک بر سر من یا صاحب است، شما تشریف آوردید تو جمعه ما 50 تا بچه 4م دبیرستانی نشستید، چقدر لطف کردید. من بیچاره روی صندلی نشسته بودم، جلو شما صحبت میکردم، جلو شما روزه میخوندم، شب تا به صبح اونقدر گریه کردم
که من دیده بودم اینجوری گریه میکرد که مهرم گل شد از اشک چشمان. قسم خوردم، گفتم حالا که شما همچین محبتی کردید آمدید پای منبری هم نبوده که یه بچه دبیرستان، پای حرفای من بچه نشستید و روزه منو گوش دادید، منم قسم میخورم تا آخر عمر روزی 1 نفر رو عاشق تو میکنم، میارم در خونه. و بیتاب بود. شعرها گفت برای امام زمان: دلبر دلربای ما مهدی است، سرور محلقای ما مهدی است. آن ندایی که حل مشکل هاست در زمان ندای یا مهدی است. آن امامی که مادرش بزدند بین بازار و کوچه ها مهدی است. آن امامی که جد او کشتند در بیابان کربلا مهدی است. ای امام زمان تو یار منی، مونس و دلبر و نگار منی. کلب دربار با صفای تو هم، بر سر سفره عطای تو هم. مدح غیر از تو من نمیگویم، ماده هم مادهی برای تو هم. وه چه خوش باشد ای امام زمان، بینماندم که سر به پای تو هم. خیلی شعرش مفصله. ای امام زمان تو یار منی، مونس و دلبر و نگار منی. راه بازه آقا، راه عشق بازی با امام زمان بازه. نمیگم راه ملاقات با امام زمان بازه، اما راه ارتباط دل با امام زمان بازه. امتحان کن، در دلت رو باز کن به سمت امام زمان، با آل یاسین خوندن، با سلام الله کامل و تام خوندن، با دعای عهد خوندن: اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی. امتحان کن. چقدر من بیچاره باید التماس کنم؟ عزیزم امام زمان را امتحان کن در رفاقت، امتحان کن در پدری. یعنی چی؟ یعنی امام فرموده است که، امام رضا فرموده است که امام زمان هر زمانی پدر مهربانه. امام زمان رو به عنوان بابات انتخاب کن. من اگر گرفتاری داشته باشم به کی میگم؟ به بابام. اگر کم بیارم به بابام میگم. اگر مخمسه داشته باشم به بابام میگم. اگر منو ببرن دادگاه بگن سند بیار به کی میگی؟ به بابا. اگه تصادف کردن بیمارستان میگن اسم بابات چیه؟ شماره باباتو بده که بگیم بیاد. خب میگم یا نمیگم؟ پدرم پشت و پناه و ملجأ و ملاذ منه. اگه پول قرض میخوام شما میری به کی میگی؟ اول به بابات میگی. امام زمان بذار بابات، هر چی میخوای به امام زمان بگو، از بابات قرض نکن. من این کارو کردم ها، من این کارو کردم در طی 30 سال. به عوض اینکه از پدرم قرض کنم به امام زمان گفتم. به عوض اینکه به پدرم اتکای مادی داشته باشم هیچی نداشتم، خمسم نمیگرفتم، الانم نمیگیرم، مطلقا سهم امام من نمیگرفتم، شهریه طلاب رو هم نمیگرفتم. هر جا میماندم میگفتم آقا کس ما توی یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. کارهای عجیبی پیش می آمد که والله نمیتونم بگم به شما. 1% شما احتمال خودستایی یا دروغ بدید اصلا جایز نیست گفتنش. ولی بدانید امام زمان بهترین پناه، بهترین پدره، بهترین دلبره، بهترین رفیق، بهترین سند، یا سند من لا سند له. بهترین یعنی تکیه‌گاهه، بهترین یاره، بهترین یار مهربانه، بهترین محبوبه، بهترین محبوبه. شب عرض کردم وقتی عاشق یک کسی میشی، وقتی کم کم باش خیلی یخلا میشی میبینی همچین مالی هم نیست، این عیبو داره، اون عیبو داره، این عیبو داره. با امام زمان هر چی نزدیکتر میشی میبینی به 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 آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. بعد اگر دیدی دلت عشق امام زمان کم کم افتاد تو دلت، بیتابی از فراقش، به یادشی، دائم به یادشی، بفهم که خدا رو کرده بهت، بفهم که خدا دوست داره که محبت مهدی رو در دلت انداخته. بعد باش مناجات کن، التماس کن که عاشقم کردی بیا فکر من بیچاره کن، یا سگ کوی خودت کن یا ز شهر آواره کن. من دیدم کسانی رو که جوان بودن، هم سن سال شما و کمتر بودن،
شب ماه نگاه میکرد، مثل ابر بهار اشک میریخت و شعرهای مرحوم کافی رو میخوند که یادم بیاد، شعر که یادمم نمیاد، که خلاصه به ماه که نگاه میکرد، دامن پر از ستاره کنم شب ز اشک چشم، چون بنگرم به ماه و کنم یاد روی تو. میدیدم میرفت حرم و میامد، توی مسیر حرم ماه شب 14 رو که میدید، یه بچه 17 ساله ماه رو نگاه میکرد، زار زار گریه میکرد، میگفت دامن پر از ستاره کنم شب ز اشک چشم، چون بنگرم به ماه و کنم یاد روی تو. صبح جمعه دعای ندبه بخونید، اولش میبینی که حالت این نیست و دروغ داری میگی، ولی کم کمک کم کمک کم کمک. خدا رحمتش کنه. مرحوم آقای چی داشتیم در مشهد، حالا اسمش نبرم بهتر، خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود، در سرای عالی کت-شلوار فروش بود. کت-شلوار یعنی پارچه کت-شلوار میفروخت. سالها از منتظران بود. هر وقت این الهی عظم البلا رو میخوند یا اللهم کلنا ولیک رو میخوند، به پهنای صورت اشک میریخت. مرحوم آقای ثانوی. بعد من اواخر عمرش شاید 40 سال باش رفیق بودم که 85 سال عمر ایشون بود. من همیشه سر به سرش میگذاشتم، میگفتم که مفاتیح الجنان متحرک، چون دائم این دعا میخوند، ولی دعا خوندنش با ما خیلی تفاوت داشت. یه اللهم کلنا ولیک که ساده میخوند اشک میریخت، الهی عظم البلا میخوند با سوز دل اشک میریخت. دیگه دعای ندبه که عجیب. اواخر عمرش بود، یه جلسه گذاشته بود که بنده در حسینیه قماش فروشا بپذیرم، دهه اول محرم منبر برم و من عذرخواهی کردم. و تو حسینیه قماش فروشا نشسته بودیم، گفتم حاج آقای ثانوی واقعا این حالت نمونه است، شما از دنیا بری، نه بچه‌هات نه رفقات نه ماها، هیچ کسی حال شما رو این چنین حالی نداریم، در دعا برای امام زمان. این از کجاست؟ گریه کرد. دیگه آخر عمرش بود. گفت حاج آقا قصه اینه، ما جوان بودیم، 7-8 نفر از رفقا بودیم، توی خونه‌های خودمون دعای ندبه به دوره گذاشتیم، دارم من میخوندم. یه روزی همینجور که صبح رفقا نشسته بودن 7-8 نفر رو، من داشتم دعای ندبه میخوندم، خونه آقای فلانی هم بود، همینجور که دعای ندبه میخوندم که و ابی انت و امی امنیت شاکن یتمنا عزیزون علی یا ان ارى الخلق ولا ترى و ان اسمع تا به آخر. برگشتم دیدم خود حضرت کنارم نشسته، خود حضرت بین ما 7-8 نفر نشسته بودن، تو بیداری دیدم و من داشتم دعای ندبه میخوندم. از دست رفتم. تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را؟ تو که امام زمان تو خوابم ندیدی، چرا ما رو ملامت میکنی که همش دم از امام زمان میزنیم؟ بابا دلمون با حالت میسوزه، خیلی دور از آبادی، ندیدی حقیقت ره افسانه زدی. اگه یه بار امام زمان رو تو خواب ببینی، اگر یک بار اون خال رو تو خواب ببینی، اون چشم ابرو رو تو خواب ببینی، اون جمال رو، اون قد و قامت رو، ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو خواب ببینی، خب یک عمر بیتابی، یک عمر عاشقی. تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را؟ دیگران عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. میگن آقا چرا شما این قدمش دم از امام زمان میزنید، حجتید، نمیدونم فلانید. دیگران عیب کنندم که چرا دل به تو دادن. باید اول ز تو پرسن که چون این خوب چرایی. باید اول ز تو پرسن که چون این خوب چرایی. یه چیزی بگم، ببین ما چقدر بدبختیم. شما چند سالته الان؟ کسانی در این جمع میبینم 70 ساله، عمومتون مثلا نرم سنیتون معدل شاید 30 ساله، خیلیاتون نوجوانید، خیلیاتون جوانید. شماها مثلا فرض بفرمایید که کودکید، درسته؟ بگم کودکید که زشت نیست حسین آقا، نه؟ و کودکید دیگه. ما الان کسی ما بگه های پیروپاتول، خب پیروپاتولیم دیگه. خب
دندونم نداریم. بعد با خودت یه لحظه فکر کن که من حامد معاونیانم، 60 سال عمرمه، 60 سال گفتم من یه امام زمانی دارم، زنده ولی غایب است، میاد تو حرم امام رضا، میاد کربلا، میاد مکه، من 10 بار رفتم مکه، میاد عرفات. امام صادق فرمود توی بازارهای شما راه میرود و بر فرشهای شما قدم میگذارد. چطور منو خاک بر سر یه لحظه او رو ندیدم؟ ای بابا یه لحظه ندیدمش. این حسرت به دلت نیست؟ الان بگن یه انسانی هست که ابر انسانه، قدرتش اینه، ذهنش اینه، شما هوس نمی کنی ببینیش؟ بابا به خدا همه خوبی ها پیش اوست. به خدا اونقدر از چشمش مهربانی میباره که اگه بهت نگاه کنه خجالت میکشی تو چشمش نگاه کنه. به خدا جوانها، به امام حسین قسم، به تن اربای علی اکبر قسم. دیگه چی بگم بالاتر از این؟ همین شماها، همین ما در پیتیا، همین ما گناهکارا رو اونقدر دوست داره که باور نمی کنی. شب تا صبح ما خوابیم، او یکی که به اسم دعا میکنه برات. مگه نشنیدید 10 بار خود من رو همین منبر و شاق الحسین گفتم، نشنیدید که سید ابن طاووس میگه از پله های سرداب سامر را سحر پایین میرفتن، یه دفعه صدای امام زمان من رو به خودش جلب کرد، داشتن مناجات میخوندن و گریه میکردن، من خشکم زد، تو همون پله ها سرمو گذاشتم به دیوار، دیگه جلو نرفتم، خلوت حضرت رو به هم نزنم، گوش دادم تا چه گوید با خدا. دیدم در مناجاتش میفرماید اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، خدایا شیعیان ما از اضافه سرشت ما خلق شدن، خدایا اینها اتکالاً علی محبتنا، یعنی به این دلگرمی که بالاخره امیرالمومنین امام حسین یه فکری به حال خاک بر سری من تو قیامت میکنن، به اتکاء محبت ما گناهانی کردن، خدایا بیا و این سحر به خاطر من مهدی از اینها بگذر، گناهانشون رو ببخش. خدایا اگر گناهان اینها اینقدر زیاده که تو نمیتوانی ازشون بگذری، از نامه اعمال من مهدی عباداتم رو بنویس تو نامه اعمال اونا، عبادات منو بده به اونا، ولی بیامرزشون. اگه با هم اختلاف مالی دارن، از خمس اموال ما بده به دو طرف تا راضی باشن جهنم نرن. ما شب خوابیم، او بیدار. نرگس چشم مست تو نازم که سحرها همیشه بیدار است. رحم کن آقا صاحب الزمان، نیمه شب دعایم کن که دیگر خاطرت نیازارم. نصف شب بلند شو عزیزم، وقتی جوانی نماز شب بخون، وسط نماز شب، وسط این 2 رکعتی یه سلام بده، بگو آقا التماس دعا، ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا، یاد ما هم باش. مخصوصا امام زمان جوانا رو زودتر انتخاب میکنه چون دلشون پاکتره. وای از دلبری امام زمان، وای از رفیق داری امام زمان. حافظ میگه بهترین شعر، دلبرا بنده نوازید که آموخت بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. هیچ کسی مثل امام زمان نوکردار نیست، هیچ کسی مثل امام زمان هوای رفیقشو نداره. دم از امام زمان بزن الکی، او جدی هواتو داره. الان دیشب پلاک های اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان رو تو قسمت خانم ها پخش کردیم. اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. اینا رو خب مگنت رو یخچال میخوره. کسی که اینا رو الان زده یه چیز حدود 300,000 از اینا زده، فرستاده برای من. چیکار کردیم؟ بعد جوانی هم سال شما 300,000 زدی. میگه آقا من از وقتی اینو گفتم زندگیم عوض شده. بعد یک کسی به من گفته من خونه دار نمی شدم، اینو زدم روی یخچالم خونه دار شدم. من 100 تا معجزه دیدم از این، گفتم خودم منتشرش کنم. اگر بعد از هر غذایی داری میگه اللهم
بارک مولانا صاحب الزمان. خدایا به آقام صاحب الزمان برکت بده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اونم میگه که خدا به تو برکت بده، به اسمت میگه. بعد او که دعا بکنه خدا بهت برکت بده، به آسمان روی و کار آفتاب کنی. دل بدید به امام زمان. اگه 10 شب آمدید لطمه زدید، میبینید من شبها مراعات میکنم، روز زیاد نمیکنم، واقعا مراعاتتون رو میکنه. پریز پسر 14 ساله تو محب الزهرا دیدم تمام صورتش سانتیمتر به سانتیمتر زخمه، از بس این وسط روزه‌ای که خوندیم صورتشو ناخن کشیده. خب دلم نمیاد، واقعا دلم میسوزه. خب این همه مثل ابر بهار گریه میکنید. الان وقتشه. بچسبید به امام زمان. این حسین آقا پسرته، ببرش حرم امام رضا، غسلش بده، ببر حرم امام رضا، بگو یا علی ابن موسی رضا این پسرم رو با غلامی قبول کن. سید ابن طاووس به پسرش سید محمد در کتاب المحجه می نویسد که سید محمد، تو که داشتی تو نجف به دنیا می آمدی از مادرت، من صبر نکردم، رفتم حرم امیرالمومنین، به امام زمان سلام دادم، زیارت امام زمان رو خوندم، گفتم آقا منت بر من بگذارید این بچم که الان دنیا میاد به غلامی قبول کنید. سید محمد حضرت منت گذاشتن و قبول کردن. یعنی داره خبر میده که من حضرت رو دیدم و حضرت قبول کردن. آقا نگران بچم هم، نگران جوانم هم، تو این شرایط جامعه چی کار کنم؟ بسپرش به امام زمان، بگو آقا من اینو وقف شما کردم، مال شما، خودت در کارش میخوای بکنی بکن. این کارو بکنید، اول بلوغ بچه این کارو بکنید. آقا زنم رو به تو میسپارم، دخترم رو به تو میسپارم، نوامو به تو میسپارم، بابامو به تو میسپارم، مادرمو به تو میسپارم، خب خودمو به تو میسپارم. عزیز مداحمون 20 سال پیش این شعر میخوند که پدر بزرگترای منو به مجلس تو برده‌اند، هوامو داشته باش آقا منو به تو سپرده‌اند. بعد اگر یه جوونی رو، یه بچه‌ای رو امام زمان هواشو داشته باشن، شیطون میتونه اونو بزنه زمین، فیلم کذا میتونه بزنه زمین، رفیق بد میتونه بزنه زمین. اگه امام زمان بخوان هواشو داشته باشه، امام زمان بخوان هواشونو داشته باشه. یک جوانی 35 سال قبل از لندن آمد دیدن من، از خوی فوندیشن لندن. گفتم بفرمایید. گفتش که آقا من آمدم یه مجله منتشر میکنم در لندن در مسائل اسلامی و عقایدی و اخلاق و دین و اینها. اون زمان هنوز تلگرام و واتساپ و اینا نبود، مجله مطرح بود، یه دونه ریش تو صورتش نبود. 15 سال، نوه مرحوم آقای خویی بزرگ. گفتم خب. گفت از شما میخوام که یه آرمی برای مجله من طراحی کنید تا من مشهدم. گفتم باشه. اصلا خوشم آمد ازش. گفتم باشه طراحی میکنم. بعد مشورت کرد راجع به مجله‌ش و اینا. گفتم چیکار میکنی؟ شما تو لندنی؟ گفت تو اتاق من ماهواره هاتبرد هست با همه کانالاش، اینترنت کامل هست با سرعت بالا و آزادم. پدر مادرم هم به من هیچ کاری ندارن. دیدم سبحان الله اون زمان ماهواره هاتبرد برای خیلی رویا بود. ماهواره داره، اینترنت داره، هیچ فیلتری هم نداره، هیچ کسی هم مراقب نداره، اما دغدغه‌اش چیه؟ دغدغه‌اش این است که مجله معارفش راجع به دین منتشر بشه در دنیا. امام زمان بخواد کسی رو نگه داره وسط آتیش شهوت و فساد و فحشا، او رو سالم نگه میداره. ما الان داریم بچه‌هایی که در واشنگتن دی سی میشناسم، یعنی در برلین، در هامبورگ، در فرانسه، از دوستان هزاره و افغانی در زوریخ 25 هیئت هست. در سوئد داریم جوانهایی که همسن سال شمایان، تو اوج فساد و فحشا و تو دبیرستان‌های حتی مختلط میشه پشت سر اینا نماز خوند. از بس تمیز موندن، از بس حال خوبی دارن. بیا تا صاحب الزمانی باشیم.
حیفه که این همه اشک میریزی، یعنی سینه میزنی این دهه چیزی دیگه بهت بدن. ای کاش اجر عزاداری شما رو امشب صاحب الزمان به بدن پاره پاره قطعه اربن اربای علی اکبر یا صاحب الزمان، من به شما التماس میکنم به حق مادر زهرا، به حق علی اکبر، به وداع علی اکبر، به فرق عمود خورده، به فرق شمشیر خورده علی اکبر، به پهلوی نیزه خورده علی اکبر، به حال امام حسین وقتی صورت رو به صورت علی اکبر گذاشت، به گریه های امام حسین، به این که 7 بار ته دل هی میگفت بنی علی بنی علی بنی علی قتلوک، بابا کشتنه. نیست که باورشون نشه. علی دنیا بعدک العفا. آقا شما رو به حق علی اکبر امام حسین دل این بچه‌هامو، دل این پسرا رو، دل این جوانا رو، دختر و پسر رو امشب بیا برای خودت بردار. چی ازت کم میشه دل بنجل منو بخری؟ تا حالا دیدی یک کسی بنجل بفروشه؟ میاد میگه آقا من گیرم گرفتارم. شما مثلا همین کاپشن سوراخ و همین کیف مثلا درب داغون و این لپتاپ کهنه رو از من بخر. میگی بابا لازم ندارم. میگه به خدا من گیرم. حالا شما 2 قرون اینو بخری از من، چیز ازت کم میشه؟ میگی باشه من این لازم ندارم، باشه بده و پولشو میدی. آقا دل ما به درد تو نمیخوره، دل ما آلوده است، ما هم بی ارزه ایم، ما هنری نداریم، ولی به حق علی اکبر بیا ما رو بخر. ما رو مثل یه برده بخر، برده زرخرید خودت کن، برده‌ای که گوشواره به گوشمون باشه، برده زرخرید. ملک تو مال تو ام یا صاحب الزمان، من خریدار تو ام، بیا ما رو بخر. یه قسم سنگین میدم، شما رو به خدا فکر نکنید برای بازیه، دارم قسمی میدم که امام زمان واقعا همتون رو انتخاب بکنن. یا بقیت الله امشب منو پیش اینا بی آبرو نکن. آقا شما رو به حق اون لحظه ای که اون حرومزاده ولد و زنای خبیث تو مجلس یزید اشاره کرد به فاطمه بنت الحسین، گفت یزید این کنیز رو به من بفروش. و این نازدانه امام حسین خودشو انداخت به دامن عمش که عمه ببین منو میخوان بفروشن. زینب کبرا فرمود غلط کردن، اگه میتوانن چون این کاری بکنن. یزید گفت من نمیتونم هم چی کاری بکنم. فرمود بله غلط کردی، مگر به دین پدرم کافر باشی؟ تو چی فکر کردی کی هستی؟ به به زینب، جانم به زینب. تو فکر کردی من اسیرم؟ هان مپنداری اسیران توییم، ما اسیر این سر ببریده ایم. گر سر ببریده فرمانم دهد، اذن بر جولان میدانم دهد. زینبم من هستیت ویران کنم، آنچند در وهم ناید آن کنم. این که میبینی اینجوری به تناب منو بستی و داری شهر به شهر میچرخانی، تقدیر خدا رو صابرم، میخوام پیام شهیدان رو برسونم. بلا تو چی هستی که بتونی من رو اسیر کنی؟ تو تمام ملک هستی را زینب حسین آباد کردی، در اسارت بودی و توحید را آزاد کردی، در نماز شب حسین ابن علی را یاد کردی، با چنین کاری تو زهرا راز خود دلشاد کردی، زنده گرداندی مرام انبیا و مرسلین را. کیستم من تا زبان، مگه شب حضرت علی اکبر نیست؟ چرا حواسم جمع. کیستم من تا زبان از مدحت زینب بگیرم، از چه بنهادند بر دوش این چنین بار خطیرم. او جهان اکبر است و من همان جرم صغیرم، آه می ترسم که آخر زینب اللهی بمیرم. تو همان پیغمبر مبعوث از دریای خونی، بیبی جانم، گاه طوفان بلایی گاه موج لالگونی، در دل شماها، در دل مجروح ساراللهیان
سوز درونی. ای دل زهرات محمل، ای ز اشکت ناقه در گل، بر لبت منزل به منزل، سوز جان و آتش دل. یکی بچه ها از کلیدای اصلی که امام زمان تو رو بخرن، عاشقت بکنن و پاکت بکنن و مهدوی باشی و سراسر صفا باشی و منتظر واقعی بشی، اینه که به امام زمان بگی که آقا جان به حق عمت زینب منو بخر، به حقی که عمت زینب کبرا بر شما دارن، چون حق حیات دارن. اگر زینب نبود امام سجاد رو کشته بودن، عصر عاشورا که ریختن تو خیمه، وقتی چشمشون به امام سجاد افتاد گفتن این کیه اینجا؟ گفتن علی ابن الحسین پسر دوم حسینه، دستور داد که بکشیدش. تا دستور دادن حضرت مریض بودن، افتاده بودن. زینب کبرا خودشون رو انداختن رو بدن امام سجاد، فرمودن والله نمیگذارم مگر اینکه اول منو بکشید. نتونستن بکشن. وقتی وارد مجلس ابن مرجانه کردن، امام سجاد جواب ابن مرجانه رو دادن، گفت اضربوا عنقه، گردنش رو بزنید. دیدن زینب کبرا باز 2 مرتبه آمدن، دست به گردن امام سجاد انداختن، گفتن نمیگذارم بزنید. چند بار جان امامش رو نجات داده. اگر امام سجاد کشته شده بودن، بقیه ائمه نبودن، یا صاحب زمان تو نبودی. اگر زینب نبود، نای دلها در نوا میماند، اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود. تو امامت را امامت میکنی یا زینب کبرا، قیامت از قیامت زنده کردی، امامت نه امامت زنده کردی. قسم بده امام زمان رو سحر تو حرم امام حسین، بالا سر امام حسین تو کربلا، رو تل زینبیه. امام زمان قسم بده، بگو آقا به عمتون به عمتون به عمتون دل من رو بردار، منو عاشق خودت کن، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا آقا یه گوشه چشم ده نشانم، یه شب بذار من یه گوشه چشم ازت ببینم دلم بیتاب بشه، بذار یه بار صورت ماهتو اگه شده تو خواب ببینم عاشقت بشم. من لایق نیستم، تو خودت منو عاشق کن. به حق اون عمت که وقتی علی اکبر از خورد زمین، گفت بابا دیگه ناراحت من نباش، الان جدم به من آب گوارا داد. قبل از این که امام حسین برسن بالا سر علی اکبر، زینب دوید آمد خودش روی بدن علی اکبر انداخت. رو همون بدن اربا، بله رو همون بدن اربا. قصدش چی بود؟ من معتقدم که زینب کبرا میخواست بدن رو با چادر و بدنش بپوشونه که داداشش اول که میان یهو چشمشون نیفته دخ کنن. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه اگر زینب حواس ظاهری امام حسین رو پرت نکرده بود که یه وقفه ایجاد کنه، امام مستقیم میآمدن بالا سر علی اکبر، همونجا امام دق میکردن. ولی وقتی آمدن دیدن زینب تماشایی شده، زینب وسط نامحرم هاست، حواسشون به این پرت شد. زینب رو بلند کردن از سر جا به زور، زینب رو برگردوندن خودشون طرف خیمه. خواهر بیا برای من ننگ این حرومزاده ها شما رو ببینن. تا خواهر رو بیارن و برگردن یه مقداری فاصله شد. وقتی میدوید به طرف بدن علی اکبر چی میگفت؟ میگفت وا اخیا و ابن اخیا، وای برادرم حسین، وای پسرم علی اکبر، همون که به سر بچه‌های خودش نیامد. اما این سری که ابی عبدالله آمدن، با چه حالی آمدن؟ از خودش رو پایین انداخت، با کنده زانو آمد بالا سر علی اکبر، سر علی اکبر رو به دامن گرفت. بچه ها جوون عشق باباشه، بچه ها جوون نور چشم باباشه. بچه ها اگر پدری جوون مرگ بشه نور چشمشو از دست میده. خدا میدونه، من دیدم چشماش دیگه درست نمیبینه، قدش خمیده میشه. آمدن سرش رو به دامن گرفتن، شروع کردن صدا زدن بنی علی، بابا یک کلام با من حرف بزن.
فرق شکافته شده، شبیه بدرش امیرالمؤمنین. بدن که نگو، همتون میدانید که به چه وضعی بود، مثل گوشتی که کارت کردن. پهلو شبیه مادرش زهرا شده، یعنی نیزه خورده، پهلو سوراخه، داره خون میره. خون آمده، چشمهای شهلاش رو گرفته، قندیل بسته، قندیل و خون روی مژه‌هاش، چشمها بسته است. شروع کرد نازشو کشیدن. بنیه علی کلمنی، یک کلام با من صحبت کن. دید خبری نیست. ایشون میداند من اولین بار فقط جرأت کردم عاشورا بگم، دیگه حالا دارم میگم. ایشون هم از من نقل میکنه که دیدن که دهان علی از خون فرق سرش پر خون لخته شده. گفتن شاید جواب نمیده، این خونا نمیگذاره. دیدن انگوش کردن، ادان علی لخته ها رو میآوردن. بعد گوشش آورد پایین ببینید جواب میده. دید خبری نیست که نیست، تموم شده. فوضع خده علی خده، صورتو به صورت علی گذاشت. همه گفتن مرد. بعد سر رو بلند کرد، 7 مرتبه بلند های گریه میکرد. بنی علی قتلوک لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک غریبا فریدا. خدایا به حق اون لحظه فرج امام غریب ترید فرید ما رو برسان. بابا تو رفتی، از غم دنیا راحت شدی، من تنها ماندم. علی دنیا بعدک العفا. شیخ جعفر شوشتری میگه آقا سرشونو که بلند کردن، از محاسن حضرت خون فرق علی اکبر میریخت. السلام علی الشیب الخضیم. نگاه کردن دیدن عمر سعد ملعون حرامزاده با پسر نحسش، حفص بود اسمش، اونم جوان بود، ایستاده پوزخند میزد، دست پسرش رو گرفته بود. گفت حسین ببین گفتم بیعت کن، پسر تو ریزه، پسر من سالمه. فرمود نسلم رو قطع کردی، خدا ریشت رو بکنه. یه وقتم صدا زد حلمو یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. یا زهرا خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. حسینم و حسینم و حسینم و جوانهای بنی هاشم 17 تن سری دویدن. حالا باید این آقازاده رو دست ببرن. دیدن این بدن اونقدر ریز شده که از هر طرف بردارن میریزه. عبا گذاشتن روی زمین. یا زهرا بدن رو در این عبا پیچیدن، گذاشتن چیدن، روی دست بلند کردن، همه به طرف خیمه ها ببرن. همه زیر این بدن رو تشییع کربلا، تنها تشییع در کربلا انجام شده، همه زیر بدن رو گرفتن. دیدن ابوالفضل زیر بدن علی اکبر رو نمیگیره. یا لالچپ، ابوالفضل عاشق علی اکبر بوده، شما چرا دستی زیر بدن نمیگیرید؟ کنایه از این که شما پسر رو ببرید، من بابا رو از روی خاک بلند کنم.